فیلم از سایت یوتیوب گرفته شده بود. بچه‌های انقلاب موضوع گزارش بعدی ما، همچنین عنوانی است که تحت آن هفته گذشته نمایشگاه عکسی در مرکز وودرو ویلسون واشنگتن برگزار شد. نمایشگاه عکاسی Children of the Iranian Revolution یا بچه‌های انقلاب ایران در مرکز وودرو ویلسون واشنگتن توسط یاسن آتاناسیادس یونانی تبار در روز 14 می گشایش یافت. یاسن 3 سال در تهران زندگی کرده و فوق لیسانس خود را در رشته ایران و مطالعات معاصر ایرانی از دانشگاه تهران دریافت کرده است. عکس‌هایش نشانگر حس ارتباط او با ایرانیان، خصوصا نسل پس از انقلاب است، چرا که او خود در همان رده سنی به سر میبرد. یاسن عقیده دارد که یونانی بودنش به او کمک کرد تا دوستان زیادی در ایران پیدا کند و با مردم رابطه‌ای آسانتر و راحتتر برقرار کند، چرا که فرهنگ ایران را با یونان به خصوص زبان رفتاری هر دو فرهنگ را بسیار نزدیک می‌داند. نه تنها زبان رفتاری، بلکه پس از مدتی اقامت گرمی و دوستی مردم ایران باعث شد که او زبان فارسی را نیز زود بیاموزد. یاسن میگوید که او هیچگاه این راحتی را در انگلستان زمانی که در دانشگاه آکسفورد در رشته عربی و مطالعات معاصر خاورمیانه تحصیل میکرد با دوستانش پیدا نکرد. او می‌افزاید به راحتی میتواند 5 سال دیگر از عمر خود را در ایران بگذراند. این تصاویر دنیای نسل جوان ایران و علاقه آنان به فرهنگ غربی و موسیقی و طلب آزادی در روابط اجتماعی را به روشنی بیان می‌کند. هدف یاسن نشان دادن زندگی این نسل به کسانی است که مانند او فرصت دیدار از ایران را ندارند. جان سپلیدس، معاون مدیر مرکز وودرو ویلسون، میگوید من یاسن را 4 سال پیش زمانی که او در قبرس خبرنگار و عکاس بود ملاقات کردم. پس از ملاقات یاسن به خاورمیانه سفر کرد. او در ایران زندگی کرد و عکس‌هایی را که بر روی دیوار و حتی روی صفحه تلویزیون مشاهده می‌کنید نتیجه زندگی او در این کشور است. بسیاری از دیدار کنندگان و علاقه‌مندان به هنر ایران از این تصاویر شگفت زده شده و اطلاعات زیادی را در این باره، مخصوصاً زندگی نسل پس از انقلاب، کسب کردند. چنگیز پژوهشگری است آذربایجانی در مرکز وودرو ویلسون. این نمایشگاه بسیار آموزنده است، چرا که درون جامعه ایران را به خوبی نشان می‌دهد. بسیاری از این تصاویر نمایانگر زندگی پیچیده در این کشور است. در زمان اقامتش در ایران، یاسن توسط دوستانش با گروه‌های موسیقی غیرقانونی و زیرزمینی آشنا شد. پدیده‌ای که از چندین سال اخیر در ایران شکوفا شده و افراد و موسیقی نوازان جوان و ماهری را پرورش داده است. او با دوربین دیجیتال کنون خود به شهرها و استانهای زیادی در ایران سفر کرد و این نمایشگاه نتیجه سیر و سفرهای او به نقاط مختلف ایران است. در آن زمان بود که یاسن به عراق و افغانستان نیز سفر کرد. یاسن 10 سالی است که در رشته عکاسی و خبرنگاری مشغول به کار است. در زمان المپیک 2003 در آتن خبرنگار BBC ورلد بود و به دلیل مسلط بودن به زبان عربی برای خبرگزاری‌های چون الاهرام و الجزیره نیز گزارش‌های زیادی تهیه کرده است. یاسن اکنون در یک دوره پژوهشی 1 ساله در دانشگاه هاروارد به تحصیلات خود ادامه می‌دهد. این نمایشگاه تا 10 ژوئیه ادامه خواهد داشت.